مستر تریدر 9 آخرین دوره مستر تریدر است و دیگه بعد از این دوره مستر تریدر برگزار نخواهد شد. تو این ویدیو میخوام چند تا از چالش‌هایی که خودم به عنوان یک مدرس باش درگیر بودم رو بهتون بگم، شاید به شما هم کمک بکنه. یکی از چالش‌ها این بود که من باید بچه‌ها یه کاری می‌کردم که کمتر پای سیستم بشینن، از اونور بتونن پیشرفت بهتری بکنن و بعد از این که دوره هم تموم شد بتونن با چالش‌هایی که براشون به وجود میاد بتونن درست دست و پنجه نرم کنن، بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. چند تا راهکار داشتم برای این کار. اولیش این بود که سعی کردم لایف استایل بچه‌ها رو درست بکنم. لایف استایل بچه‌ها رو درست کردن واقعا کار سختیه. یک روتینی رو داشتن قبلا، حالا بعد من یک روتین دیگه ای رو بهشون القا می‌کردم که این اتفاق باید میافتاد. خب بچه‌ها رو مجبور کردم که برن ورزش کنن، یعنی از مسترهای فکر کنم 4-5 به بعد بیشتر این قضیه رو روشون فشار آوردم، چون واقعا نگاه کردم دیدم بحث تکنیکالی رو در نهایت میتونن یاد بگیرن، اما بحث تغییر لایف استایل رو واقعا سخت تغییر شدن و واقعا لازمه که یکی بالا سرشون باشه و هی این فشاره رو بهشون بیاره. خب یه سری بچه‌ها گوش دادن، خب یه سری بچه‌ها هم گوش ندادن. چند تا مزیت داشتین که بچه‌ها رو فرستادن ورزش بکنن. یکی اینکه استرس کم میشد و دوم اینکه پای سیستم و پای ترید کمتر دیگه بودن. به خاطر اینکه بچه‌ها شما هر چقدر میزان این که در واقع پای ترید باشید کمتر باشه، میتونه کیفیت تریدتون رو ببره بالاتر. و اینو باید به صورت غیر مستقیم این کار رو میکردم که یکیش این بود که بچه‌ها رو بفرستن برن ورزش بکنن. یکی دیگه از تکنیکای دیگه هم بود که کلاس زبان فرستادن بچه‌هام چند تا مزیت دیگه داشت. یکی این که میرفتن یک فن دیگه رو یاد میگرفتن در طول این 6-7 ماهی که دوره برگزار میشد و از اون ور میتونستن سورس های بهتری رو بعد از دوره بتونن پیدا بکنن. به هر حال همه ما میدونیم که سورس های بهتر به زبان انگلیسیه. باز هم این کار باعث میشد که از پای سیستم نشستن فاصله بگیرن. سیستم ورزش و سیستم زبان انگلیسی یک کار دیگه هم میکرد. باعث میشد که بعد از دوره یک تغییراتی رو بچه‌ها احساس بکنن که آقا من 6 ماه 7 ماه اومدم دوره ترید، خب در کنار اون من مجبور کرده بودم که برن کلاس زبان یاد بگیرن، برن ورزش بکنن. باعث میشد که بچه‌ها اعتماد به نفس بچه‌ها هم بیشتر بشه. کسایی که گوش کردن میتونم به جرئت بهتون بگم که قبل و بعد مستر راحت یک سری تفاوت‌ها رو در خودشون احساس کردن، لایف استایل بهتری پیدا کردن. خب یه سری بچه‌ها هم گوش نمیدادن، میگفتن اوکی ما برسیم به یک درآمد تریدی بعد حالا میریم این کارا رو میکنیم، در صورتی که اینا باید همزمان با هم دیگه طی میشد. چند تکنیک روانشناسی دیگه من استفاده کردم. یکیش این بود که بچه‌ها رو تحت فشار میذاشتم. خب همونطور که میدونید من از سال 2018 بچه‌ها تا الان من یک دونه سیگنال مستقیم به بچه‌هام ندادم. یک دونه بچه‌ها. برخلاف اونچه که در فضای مجازی داریم، ما آقا اوکی بیا در کلاس ما شرکت کن، ما یک سیگنال بهت میدیم، مثلا پول دورت رو درجه در بیاری. این کار باعث میشد که بچه‌ها یک ظلم خیلی بزرگی در حق بچه‌هام بکنم، این که من بخوام سیگنال بهشون بدم. سیگنال دادن ها شاید یک دوای کوتاه مدتی داشت و داره، اما من هدفم بود که بچه‌ها بلند مدت بخوان کار بکنن. هدفم بود که بچه‌ها بتونن تکنیکال رو درک بکنن. هدفم بود که بچه‌ها بتونن در واقع با چالش این فشار دادن دگمه بایوسل با استرس زیاد رو تحمل بکنن. تکنیک من چی بود بچه‌ها؟ تکنیک من این بود که به طور مثال بچه‌ها میگفتم بچه‌ها من چرا رفتم این ترید رو انجام دادم. باید بچه‌ها کشف می‌کردن که چرا من این ترید رو انجام دادم. یا بعضی وقتا سر کلاس‌ها، الان دلیلش رو بهتون میگم چرا. یا سر کلاس یهو بچه‌ها رو به قول خودمونی‌تر و حالا عامیانه‌تر خفت می‌کردن، میگفتم آقا بگید چرا این اتفاق الان افتاده و باید بچه‌ها جواب میدادن. درس داده بودم، یعنی تکالیف مباحثی بود که سر درس بودن، اینکه مثلا مثل دبیرستان مثلا 2 به اضافه 2 درس میداد، بعد یه دونه 12 صفحه مسئله میدادن به ما. نه، چیزی که درس داده بودم رو می‌خواستم از بچه‌ها. گفتم اوکی این چرا اتفاق افتاد. بعضی از بچه‌ها جواب نمیدادن، میدیدم اگه تعداد بالاتر حتی کلاس رو تعطیل میکردم. فکر کنم تو تمام اکثر مسترها این اتفاق افتاد. گفتم آقا من هفته قبلی بهتون درس دادم و اینو جواب ندادید، یعنی درست تمرین نکردید یا درست درکش نکردید، کلاس تعطیل میشد. فکر کنم تو 1-2 تا مستر 2 هفته کلاس تعطیل شد. چرا؟ باید میرفتن کشف میکردن چرا این اتفاق افتاده. خب چه مزیتی داشت برای شما بچه‌ها؟
مغز شما موقعی رشد میکنه که با یک مشکل مواجه شده باشه. وقتی با مشکل مواجه شد، اون موقع است که میتونه چیکار بکنه؟ بچه‌ها رشد بکنه. این تکنیک من برای این بود که بچه‌ها باعث بشه که مغز بچه‌ها رشد پیدا بکنه. مغز بچه‌ها توانایی اینو پیدا بکنه که مسئله رو بتونه حل بکنه. چون دوره من منتورینگ برگزار میشد، این چالش رو بچه‌ها میتونستن نسبتاً راحت‌تر حل کنن، اما بعد از دوره میخواستن چیکار بکنن. خب من مجبور بودم این سیستم رو جوری طراحی بکنم که بچه‌ها بعد از دوره هم این مشکل اگه براشون پیدا شد بتونن حل بکنن. حالا سیستم من چجوری بود؟ بچه‌ها رو خیلی ملو هدایت میکردم به سمت حل مسئله. جواب رو ولی نمیگفتم. در نهایت بله میگفتم بله جواب درست پیدا کردید. حالا فکر کنید شما مثلا یک دوره رفتید، مثلا منتورینگ هم نیست و اصلا کسی بالاترتون هم نیست و شما رفتید مسئله رو بخواید حل بکنید و در نهایت فکر میکنید که آیا درست انجام دادید یا ندادید. کی میخواد بهتون بگه؟ خلاصه این چالش باعث شد که یه سری از بچه‌ها خیلی بهتر بتونن یاد بگیرن. حتی اینطوری میتونم بهتون بگم چون بچه‌های مستر بعد از دوره هر روش دیگه‌ای رو که بخوام برن یاد بگیرن خیلی بهتر متوجه میشن نسبت به قبلشون، چون الان راحت‌تر درک کردن. یک سیستم دیگه هم طراحی کردم، سیستم طراحی آمارگیری که فکر کنم تو مستر 3 این اتفاق افتاد. به جرئت میتونم بگم تو ایران هنوز نداریم این سیستم آمارگیری رو و شاید حالا یک روزی من منتشرش کردم. بچهای مستر میدونن این سیستم آمارگیری بچه‌ها به بچه‌ها یاد میداد که بر اساس آماری که خودشون میگیرن بتونن استراتژی رو درک کنن. میتونستن در واقع بر اساس همین استراتژی خلق کنن. این سیستم آمارگیری سیستم به شدت جذابی بود که میتونستن یک جهتی هم به اون استراتژی که دارن بهشون میدن ایمان پیدا کنن. مثلا طبق این استراتژی ما 70% تا 80% اگه طبق این استراتژی عمل میکردن تریداشون مثبت بود. در واقع در ضمیر ناخودآگاهشون با کاری که اینا خودشون انجام میدادن میتونستن به این نتیجه برسن. خلاصه این که من خیلی سعی کردم که بچه‌ها بتونن بعد از دوره موفق تر باشن و بتونن با چالش‌هایی که روبرو میشن دست و پنجه نرم کنن، درست بتونن مسئله رو حل بکنن و در نهایت پیشرفت بیشتری بکنن. یک بخش دیگه ای از چالش‌ها که باهاش مواجه بودم این بود که آقا یک رویا فروشی در کل فضای مجازی شکل گرفته بود و این بچه‌ها می اومدن با یک سیستم اشتباه تفکری. حالا لازم بود که من این سیستم تفکری رو خورد می‌کردم، بعد دوباره از اول می‌ساختم. چرا بچه‌ها این قضیه اینقدر مهم بود؟ چون اصلا به سودهای کم کسی قانع نمی‌شد، مثلا استاپ لاس ها رو نمی‌زد. یه چیز عجیب غریبی بود این قضیه. خب شاید باورتون نشه ولی درس دادن لایو به شدت من رو عصبی می‌کرد. بعضی از بچه‌ها اصلا حرف گوش نمیدن. یعنی آقا استاپتو جابجا کن، چرا استاپ نمیذاری؟ من داشتم هرس می‌خوردم، طرف عین خیالش نبود. بعد من بیشتر هرس می‌خوردم. و حالا بعضی از بچه‌ها اون خشم من رو دیدن، فکر کنم تو مستر 5 مستر 2. خلاصه این که امیدوارم که از دست من ناراحت نشده باشم بچه‌های مستر. هر کاری که کردم برای این که شما بتونید پیشرفت بهتری بکنید و امیدوارم که هر جا که هستید موفق باشید.